سلام بچه چطورید؟ خوش آمدید به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو اومدیم پارت 2 کار مکانیک سیمولیتور با ماشینای جدیدتر و با این ماشین فوق خفن، یعنی ماشین که گرونه. حالا این که اون چیزشو پیدا نکردیم و اصلا باگ بود، فکر میکنم که کلا اصلا دیگه نشد که درستش کنیم. حالا اون ماشینی که من آوردم الان توه و خیلی این ماشین خفنه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم که شروع کنیم. خب بچه‌ها، ماشینی که امروز آوردم تا درستش کنیم حدس می‌زنید چی باشه؟ بله، یه پورشه خیلی خفن. البته پورشه فکر نمی‌کنم باشه، البته که مارکشون رو عوض میکنن. بعضیاشون مارکشون رو میذارن، بعضیشون عوض میکنن. مثلا اینو مارکش رو عوض کردن، شده چی؟ آتو توتو چیه؟ و میبینید که کاملا برقیه ماشین و فکر میکنم بله ماشین کاملا برقیه، هیچ موتوری هم نداره، همش به برق و ایناست. ببینید که مشکلاتش چیه. بله، یه مشکلات خیلی ساده و جزئی که میخواد بریک فلوید بذاریم و بله اوکی. خب میخواد که بریکش رو عوض کنیم. کارهای خیلی جزئی میخواد، کار خیلی زیادی نمیخواد، چون بالاخره دیگه با این ماشین کار خاصی هم نمیشه انجام داد رسما، چون که برقیه، نه میتونی موتور تعمیر کنی نه هیچ چیز دیگه ای. بریکش رو عوض کنیم. البته اون پشت ماشین من دارم یه چیزایی میبینم، حالا بعدش میرم اون پشتم چک میکنم، شاید موتور رو پشت گذاشته باشه، شاید هم که اصلا برقی باشه، که من فکر میکنم که این برقیه، چون که از قیافش مشخصه که برقیه. خب حالا میتونیم بریم پشتش هم ببینیم. اون پشتش یه این نارنجی طوره هست. اونا خیلی هاشون به برقی میخوره. من ماشین موتوری که دیدم این شکلی نبودن. حالا بذار اینو عوض شدن. بیاییم پشت رو ببینیم. میشه؟ آره، پشت رو ببینیم. بله، اینا کاملا برقی ماشین. این موتورشه، مثلا موتور البته که پاور الکترونیک کنترلر. اینا رو میشه عوض کرد، اما خب این فقط اینو میخواست. 52 تا داد، سود کردیم. اینا رو با هم عوض کردن شد 40 تا، 12 تا سود کردیم. خب این ماشین هست، این ماشین هست، این ماشین هست. خب 100% اینو میریم، اصلا شکی توش نیست. واه، رنگی داره. اینم کارهای زیاد خاصی نداره، ولی خب بالاخره میارزه. چه رنگی داره ماشین. موتورو یا ابوالفضل میشه نشست. باید بریم بیرون بشیم. چه موتوری داره. بذار عوض کنیم چیزایی که میخواد و بعدش میریم موتور رو اینو هم تست میکنیم. چی میخواد؟ بریک دیسک، ونتیلیتد. ماشینا بریک پد رو 2 تا میداد، اما این دفعه یه دونه داداش. خب بریم عوض کنیم اینا رو. همه بریک ها از پایینه، بله از رو چرخ. خب باید بریم بالا ماشین، چون برای اینکه چرخ رو بشه عوض کرد باید بریم بالا. BF Control. چه لاستیک هایی داره. این لاستیک کامل رفته تو ماشین. لاستیکو باید در بیاریم. چقدرم تمیزه این ماشین. خب باید اینا رو باز کنیم که این یه دونه ریده تو ماشین که خدا رو شکر داره عوضش میکنه. خب الان شد یه ماشین تر و تمیز. نه اینو نه سالم هم انداخت برای این.
نه همین رو بنداز. سالمه رو یکی دیگه میخواد داداش. خب پیچای اینم صفر کنی، لاستیک رو ببندیم. این که چیزیش نیست، این که سالمه. 56% بود تازه. این اگه رو ماشینش حساسه شما چیزی نداشت آخه بخواد عوض کنه. 56% خوبه. اینا که من عوض کردم 20% اینا بوده. این یعنی خیلی رو ماشینش حساسه. حالا نوبت پشت ماشینه. رینگو پشت برق داره میزنه این لاستیک و رینگ. رینگه تو این درسته فقط هم نمیخواست. اینجا فقط هم نمیخواست. خب ما اینو باید عوض میکردیم که یادمون رفت. بله اینم عوض شد. خب بریک پرام جدید. حالا رینگو باید بندازیم دوباره. چه باید عوض کنیم؟ اینم فقط همینه. اوکی چیز خاصی نیستش. فقط این. اوکی جام بریکش هم اینم عوض میشه. اگر بشه خیلی دوست دارم با این ماشین یه دوری هم بزنم. موتورا که اصلا دیدم خیلی خفن بود موتورش. خب کار ماشین این آقا هم تموم شد. میاریم پایین ماشینو. بازم موتور رو ببینیم. خیلی موتور قشنگ و خوبی داره. ببریم بیرون ماشینو. بریم که من میخوام اینو اگه میشه پشت دوری بزنم واقعا. ببر بیرون. آره یه استارت بزنیم ماشینو. چه صدایی میده. وای چه صدایی میده. بریم اینجا. بله بریم اینجا یه درایوی بزنیم با این ماشین. احساس میکنم که خیلی خفن باشه. دنده عوض میکنه. ببینیم تا چند تا میره تاپ اسپیدش. دنده 3 170 تا فقط دنده 3. دنده 4 200. دنده 4 220. دنده 4 230 تا 240 رو میزنه. بله به راحتی دیگه دنده نداره. بله همونطور که دیدیم کلا 4 تا دنده بود. تاپ اسپید 242 با دنده 4. بله ریترن تو گراج. اوکی خیلی خفنه این ماشین. واقعا ماشین خفنی بود. دوست داشتم ماشینش خیلی دوست داشتم. دیگه ماشینشون رو باید تحویل بدیم که تموم شده کارش. بفهم از ماشین سالم و قشنگ. بابا اینو من نمیخوام. میشه موف کنی داداش دم در برو اصلا یه بار دیگه. دستی دارم. خب یه اوردر دیگه بگیم. معلومه اینو میگیرم. نه پس من تسلا بگیرم. اسکلم. چه ماشینیه؟ به نیسان جی تی آر میخوره. بله اسکایلاینی که زده استارلاین.
ماشین اسکایلاین اومده برامون. وای وای وای. بذار یه تست سرعت چیز، فعلا تست استارت فقط، فعلا صدا رو وای 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 وای، چه صدایی میده. برو تو کالیفت ای ببینیم چیا میخوای تو. موتورو خب اینم فقط کارش تو بریکه. خب اسکایلاین رو باید بالا ببینیم که اینجا زده استارلاین. آرم نیسان آخه مگه میشه نزد. چرخ رو بکش. ولی این ماشین هم مثل ماشین قبلی تمیز نبود. ماشین قبلی رو قشنگ ازش نگهداری کرده بود این چی، ولی این نیسان رو نه. نیسان اسکایلاین رو زیاد ازش نگهداری نکرده، یعنی تمیز نیست مثلا بگیم خیلی تمیزه و اینا. بریک دیسکشو بنداز روش، بریک پدش هم بنداز روش. اینم از اینا. بله. حالا رینگش هم قشنگه، ولی اسکایلاین خیلی ماشین خوبیه، ولی نه اندازه لیسون جی تی آر الان این جدیده. این یکی خیلی خفن تره خود 100%. او ببین پیچش هم زنگ زده جواب نده. خیلی کنم مکفوت بخورم. میکشه بیرون. اونم زنگ زده باز جواب نده. بیرون. آقا اصلا ما چی داریم اینو باز میکنیم؟ نیاز داریم اینو باز کنیم؟ نیاز میشه اصلا؟ من فکر نمی کنم. اما تو چرا بریک پد اینم با عوض کنیم؟ برای فقط بخاطر بریک پد ما رو آوردی تا اینجا. این اصلا چیزی نمیخواست اسکل نمیکرد. آها نه اینشو با عوض میکرد. اوکی الکی زیاد باز کردیم فقط. خب حالا اینجا این پشت چه خبره؟ چه وسیله هایی دارم میبینم که ریده مال شده توشون. پیچش هم که زنگ زده دوباره بکشش بیرون. همه رو باید بدرمیم، همه رو باید بریزیم بیرون. یا قبلفز ریده تو پشت ماشین. روش موزی. بله چرا ببندیم که بریم طرف اون ور لاستیک. این دل من دوباره عاشق و بیقراره. اینجا رو باید باز کنیم به خاطر یه چیز مسخره. چقدر ولی پیچ داره لاستیک. 5 تا پیچ داره. خب بریک کلیپر فقط هم نمیخواد. پیچ بالایش هم که دوباره زنگ زد و اضافه کنیم. وای دوباره پیچ. وای از پیچای لاستیک خوشم نمیاد. این سخته. سخت رو مخ طول میکشه. الکی تایمتو میگیره. خب بیا پایین کارش تمام شد. ای وای بر من دوجه دیگه تایم تک اینو اردرشو بگیر. اینو اصلا نذار ایران بمونه.
وای پشمام. نمیخوام تستت کنم، فقط میخوام بیا تو. وای پشمام به این. بگو که زیاد کار. وای شت. وای صدایی میده پدر سگ. وای یا برو تو، فقط برو تو. پشمانم بریزد از این ابهت. موتورو یا حضرت موتور. فوش اینو با عوض کنیم. از اینجا. وای بر من، وای بر من، وای بر من. چقدر خفنه این، چقدر خفنه. خب مثل اینکه همه کاراشو باید از زیر ماشین انجام داد و از اینجا کلا نمیشه، فقط باید یه لاستیک رو باید انجام از اینجا. اوکی بده بالا ماشین کامل بده بره بالا، آروم آهسته و پیوسته. چه ماشینی آورده، ماشینی. وای بر من. خب این پشتش که یه ذره بذار به اول اون خریدار رو انجام بدیم. اصلا نمیدونم اینا رو از کجا بخریم، من تا ندیدم اینا رو. لیست خرید از اینجا نمیشه برداشت. نه نیرتایی. عوض کنم، فقط من میخوام رو الان عوض کنم. چقدر خوشگل این ماشین، چقدر خوشگل رنگ این ماشین. وای بر من، وای بر من. اصلا فکر میکنم این نیاز نباشه من باز کردم و اسکل شده بودیم. و حالا که اینو اضافه میکنیم یه این حله. این ماشین مسابقه ای قطعاً. چه سوال چرتی بود من پرسیدم، خودم نمیفهمم. این دل من دوباره عاشق و بیقراره. ای بابام دوباره باید در بیاریم. خب برام باید ریدم ها. ولی فکر کنم دیگه فقط باید لاستیکو در بیاریم برای پیانو رو بریم. آره این هم در بیار. آفرین. اینم بذار. حالا لاستیک. خب دیگه اینجا کاری نداره. هر چی از این ماشین بگم کم گفتم. خیلی خفنه، خیلی خفنه. پشمام ریخته. بذار یکی انجام شدن رو تیک بزنیم. این انجام شدن. این پشت دوره رینگا رو رفتی گل کرده. اصلا وای برن اصلا نمیخواست ما اینو ده. وای ریدم. خب بیایم حالا اینجای ماشین، جلوی ماشین. من باید یه دور با این بزنم، اصلا امکان نداره من تست نکنم این ماشینو. امکان نداره.
فردا همه چی تو این دور زمانی پیچی شد. اصلا نمیخواست ما اینا رو باز کنیم. خیلی مسخره. بیا فقط هم اصلا فکر نمیکنم ماشینه اصلا پشمامو انقدر ریزوند که اصلا نگم برات. گیج و معاشین شدم. میشه بیا هم تمام شد کار ماشین متاسفانه. و البته خوشبختانه بیا پایین ببینم. نمیخواست بیاریمش پایین. من اینقدر همش میآوردمش پایین بعد میبردمش بیرون. خب بریم یه تست سرعت ما از این نگیم. بشین تو یه تست سرعت ما از این بگیم. تو رو خدا آره برو. پشمام از این ماشین ریخته من. یا چشت بگی ماشینو بگی ماشین وای باید برای بچه وای چقدر سخت کنترلش. تا اسپید 298 الان این 270 تومنه. همون شد جاده اصلا خیلی بیشتر از 300 تا هم میرفتیم. ما خوردیم. یعنی من ریدم به اون دست فرمونم. یهوه چپ و راست شد ماشین. اصلا خیلی سخت کنترلش. زینیم چقدر پول میده سرش. از چند میده آوازش کنیم زیاد بده دیگه. 169 تا. ایول ببینیم اوردرهای دیگه چیه. آها اوه این خفنه. این همون قبلی است یه جورایی. این چند تا قبلی. خب پس برای پارت بعدی ماشینای بسیاری داریم. مرسی از اینکه این ویدیو تماشا کردید. لایک کامنت و سابسکرایب نه اگه دوست داشتید من بگم تو کامنت بگید. هر بازی هم که خواستید به من بگید. من میتونم برم براتون گیم پلیشون رو برم و